میخوایم ببینیم که خب هر نوع جادوگری چه خصوصیاتی داره، قدرتاش توی چیه که ما راحت تر بتونیم انتخاب بکنیم که به چه سمت و سوی بریم و علایق ما رو در واقع به چه مسیری سوق میده. اول چیزی بهتون بگم، جادو در واقع دین نیست، تابع دین نیست، بلکه کسی که توی یک دینی هست میتونه عضوی از جادو هم باشه. جادو به خودی خود کامله، نیازی به دینی نداره که کاملش بکنه و تمام این جادوگرای حالا اسلامی، مسیحی، یهودی که میبینید اینها در واقع جزوی از خانواده کوچیک جادو هستن به عنوان religious witchcraft. در واقع اینا انتخاب کردن که مسیر دین رو در واقع توی این بحث جادو پیش برن. سعی کنید روی خودتون لیبل نذارید، ببینید انرژی شما به چه سمت و سوی میره و همه چیز رو امتحان کنید، ببینید که انرژی شما در واقع شما رو به کجا میبره. فقط اینکه خیلی خفنه یا مثلا اسم جالبی داره کافی نیست. شما باید درک داشته باشید از هر گونه جادوگر و با توجه به اون با آگاهی کامل مسیرتون رو انتخاب بکنید و نوع اون مسیری که دوست دارید رو طی بکنید. اولین موضوعی که میخوام خدمتتون بگم، اولین نوع جادوگر، اصلا ببینید جادوگرها انواع اقسام زیادی دارن. من یه چند تایش که خیلی متداول هستن رو میخوام خدمتتون توضیح بدم. کیچن ویچ به چه معنیه؟ کیچن ویچ ها تمام جادو و مراحلش رو در منزل انجام میدن و آشپزخونه در واقع محل ریچوال ها، محل انجام اسپل هاشون هست. در واقع نوعی پرکتیکال ویچ هستن، نوعی جادوگرهای در واقع پرکتیکال هستن که درمانگرهای بسیار خوب و قادری هستن. اینها برای درمان بیماری ها و مشکلات از جادوی آشامیدنی و خوردنی استفاده میکنن. انرژی دریافتیشون هم از هرب ها، اسنشیال اویل ها و گل ها میگیرن. معمولا تمام اینگریدینس ها، تمام اون چیزهایی که برای جادوشون نیاز دارن، اون ابزاری که برای جادوشون نیاز دارن رو در واقع اون گیاه ها، اون اویل هایی که باید استفاده بکنن، اون گل هایی که باید استفاده بکنن رو توی باغ خودشون با شرایط خاص کشت میکنن و با این انرژی به خودشون و دیگران کمک میکنن. اکثرا هیلر و محافظن، یعنی توی بحث هیلینگ بسیار قدرتمندن کیچن ویچ ها. با همون معجون هایی که درست میکنن برای درمان خودشون و دیگران کمک میکنن. بیشتر اسپل ورکشون، یعنی اسپل هایی که انجام میدن هنگام آشپزیشون انجام میشه، یعنی انرژی و قدرتشون رو در هر هم زدنی که توی غذا هم میزنن، چیزهایی که اضافه میکنن، اون اسپل کرافتشون رو دارن. و موقعی که مثلا فرض کنید که یک گیاهی یا میوه‌ای چیزی رو کات میکنن برای اینکه اضافه بکنن به غذا، اون انرژیشون رو متمرکز میکنن و از این طریق در واقع کارشون رو انجام میدن. اینها روی پاکسازی محیط و منزل بسیار قدرتمندن، یعنی پروتکشن رو هم حتی به همین شکل انجام میدن، یعنی همون با کلینزینگی که تو جلسات قبلی بهتون توضیح دادم پاکسازی میکنن، دائم در حال پاکسازی هستن و این رو خیلی با وسواس خاصی در واقع انجام میدن. دومین نوعی که میخوام دربارش حرف بزنم هج ویچ هست. در واقع اینا جادوی طبیعت محورن با بیسی از شمن و استرال پروژکشن یا همون برون فکنی. کلمه خود هج اشاره داره به ارتباط و در واقع پیوند بین انسان و ارواح و موجودات دیگه یا انتیتی های دیگه. بیشتر اوقات مدیوم روحی هستن اینها، مدیوم شنوایی، مدیوم دیداری، مدیوم ذهنی، مدیوم القایی و توان جابجایی در این جهانها رو دارن، یعنی میتونن به جهانهای دیگه، به
آسترال های دیگه، به دنیاهای دیگه در واقع ارتباط بگیرن و منتقل بشن از طریق همون آسترال پروژکشن یا برون فکنی یا پرواز روح. اینها میتونن این کار رو انجام بدن. به طور ساده بخوام خدمتتون بگم، هج ها تمرکز رو روی آسترال پروژکشن، برون فکنی و هربال یا همون شناخت گیاها و استفاده جادوییشون دارن. قسمت پرکتیکالشون هم برای پیشگویی و ارتباط بیشتر استفاده میشه. از اونجایی که خیلی قدرتمندن توی مدیوم القایی و ذهنی، اینها پیشگویی بسیار خوبی هستن و از ابزار مختلف پیشگویی استفاده میکنن. از اونجایی که خب با جهانهای دیگه ارتباط دارن و بیشتر وقتشون رو با مکالمه با دیگر موجودها صرف میکنن، غالباً هج ها افراد منزوی و گوشه‌گیری هستن، تنها هم دوست دارن که از جامعه دور باشن، دوست دارن که خودشون باشن. نوع بعدی که میخوام خدمتتون بگم کاسمیک ویچ هست. اینا کشش این جادوگرا به سمت آسترولوژی و آسترونومیه. اینا هم در واقع به جنبه پیشگویی جادو میپردازن و اسپل کرافتشون هم بیشتر به کواکب و انرژی کواکب اشاره داره و متمرکزه. یه سری از اینها روی کلاسیک عمل میکنن، یعنی ماه و خورشید رو در نظر میگیرن و کواکب دیگر رو. یه سریا توی حالت مدرن میان اورانوس و نپتون و پلوتو رو هم توی این پلنت ها، توی این کواکب در نظر میگیرن. از کومت ها، از ستاره های دنباله دار، اجرام آسمانی استفاده میکنن که اون اسپل کرافتی که دارن، اون ریچوالی که دارن رو به ثمر برسونن. ولی ببینید این که میگم مثلا کاسمیک ویچا روی آسترال بیشتر کار میکنن، روی کاسمیک کار میکنن، به این معنی نیست که جنبه های دیگر جادو رو بهش نمیپردازن، بلکه قدرتشون و اون نقطه قوتشون در کاسمیک در واقع خلاصه میشه. اینها از کریستال ها و هرب ها و اویل ها هم استفاده میکنن، ولی به مراتب ارتباط قوی تری با انرژی کواکب دارن که در ادامه کلیپ ها دوست دارم که انرژی کواکب رو، نقاط قدرت و استفاده هایی که میشه یه ذره بیشتر بشکافیم، چون بحث کواکب فکر میکنم خیلی شیرین باشه، از اونجایی که توی خب کتب ایرانی هم خیلی بهش پرداخته شده، پر از میشه گفت شبهات توش. سعی میکنم که حتما یه ویدیو راجع به کواکب براتون حتما بذارم. در واقع ما بهش میگیم پلنت ویچکرافت یا همون جادوی کواکب که بسیار قدرتمنده، بسیار قویه و برعکس اون چیزی که میبینید توی کتب اسلامی که گفته میشه نمیدونم تسخیر کواکب و اینها، اصلا اونو فراموش بکنید، بلکه شما در کمال صلح، در کمال آرامش میتونید از انرژی کواکب استفاده بکنید و انرژی جادوی سالانه خودتون رو کسب بکنید و بدون هیچ مشکلی به پرکتیکاتون ادامه بدید. اما برگردیم سر بحث خودمون. بعد از کاسمیک ویچ ها دوست دارم که به گرین ویچ بپردازم. گرین ویچ ها همونجور که از اسمشون مشخصه، اینها جادوگران سبز هستن، یعنی اینکه به طبیعت و عناصر و جادوهای پیشینگان و یک ریشه میشه گفت در فولک هم دارن. این شناخت در واقع آمیخته شده با درک انرژی موجود در جهان، گیاهان، درختان و این درک و این شناخت هم برای استفاده دارویی و پزشکی گیاهان استفاده میشه، همین که از اطلاعاتشون و اون دریافتهاشون برای درک و شناخت خواص جادویی اون گیاهان و درختان هم استفاده میکنن. اینها اکثرا باغچه خودشون رو دارن، یه محلی رو دارن که اون گیاهانی که نیاز دارن رو نه تنها کشت میکنن، بلکه در اونجا به مطالعه میپردازن و این اطلاعات ها رو رصد میکنن و اون شناخت و اون اطلاعاتی که به دست میارن رو مکتوب میکنن و
و توی حالا شادو بوکشون یا کتاب گریمورشون ثبت میکنن. در واقع تولز ها و ابزار جادوشون رو اینا خودشون ایجاد میکنن. اگر چوب دستی نیاز دارن، اگر آتامی نیاز دارن، اینا همه رو خودشون ایجاد میکنن. در واقع اینها مهمترین هایی بودن که من میتونستم بهشون اشاره بکنم. ما در کنارش سی بیچ رو داریم. اینا در واقع به اقیانوس و دریاها و شناخت موجودات و روحانیت های آبها تمرکز میکنن و از قوا و قدرت آب استفاده میکنن، از این عنصر، یعنی تمرکزشون روی عنصر آب هست غالبا. فیری ویچ، اینها از پری، در واقع به ترجمه فارسی از پری ها استفاده میکنن در جادوشون. فایر ویچ، اینا قدرتمندن توی عنصر آتش. دیوینیشن ویچ، اینها غالبا فقط دنبال پیشگویی هن و از ابزار مختلف پیشگویی مثل کارت های تاروت، گوی و آینه استفاده میکنن برای اینکه بتونن آینده رو ببینن و چی از آینده رو ببینن و پیشگویی و پیشبینی بکنن. ما سانویچ رو داریم. اینها از انرژی و قدرت خورشید استفاده میکنن در جادوهاشون. اکثر اسپل هاشون بر اساس خورشیده. مون ویچ رو داریم. مثل خودم من لونار ویچ هستم، در واقع به ماه و ارتباط قوی با ماه دارن و توی انواع و اقسام سایکل ها و حالت های ماه اینها میتونن اعمال مختلف رو انجام بدن. ولی میگم اینکه کسی مثلا لونار ویزارد یا لونار ویچ هست به این معنی نیست که نمیتونه توی جنبه‌های فعال بکنه. ولی حوزه اصلی، یعنی شما برای خودتون یک لیبل بعدنها که پرکتیک کردید، شناخت پیدا کردید، باید انتخاب بکنید. استورم ویچ رو داریم که اینها از قدرت و توان طوفان و هرج و مرج استفاده میکنن. اینا مثل کیوس ویچ هستن در واقع. اینا میان از هرج و مرج و جادوی ضد استفاده میکنن، یعنی بر علیهش. یعنی مثلا فرض کنید که اگر جادوگری یک سایکیک اتک، یک حمله‌ای بهش دست بده، فقط اونو باطل میکنه یا دفعش میکنه، ولی اینها اون قدرت رو برگردون میکنن و برمیگردن سمت خود شخص. ما elemental ویچ ها رو داریم که در واقع 4 عنصر رو در بر میگیره. کریستال ویچ، اینها هم هیلر هستن، هم در واقع اون بخش پیشگویی رو انجام میدن. بسیار هیلرهای قدرتمندی هستن کریستال ویچ کرافت ها. اینها میتونن انرژی سنگ ها رو درک بکنن و اون انرژی رو اکتیو بکنن و ازش استفاده بکنن برای هیلینگ. بعد سرمونیال رو داریم. سرمونیال ها غالبا همون جور که از اسمش معلومه، اینها مراسم محور هستن، یعنی تابع یک مراسمی هستن و توی این مراسم یه سری ابزار، یه سری چیزها رو رعایت میکنن که به نظر من میشه گفت قدیمی تر و با فرهنگ جادو آمیخته تر هستن اینها. ما دیانیک ها رو داریم. دیانیک ها همونجور که از اسمشون معلومه، دایانا الهه و گادس رومان رو، روم باستان رو در واقع اینها عبادت میکنن و از قدرت و انرژی اون استفاده میکنن در اسپل کرافتشون. ببینید اینها، تمام اینهایی که گفتم هم میتونن، یعنی نمیشه لیبل سفید یا سیاه روی اینها گذاشت. همه اینها میتونن هم روی سفید کار کنن هم روی سیاه. حالا کنار اینها اون ریلیجیس ویچکرافت ها میاد که خود دمونولوژی و شیاطین میاد توی این بخش ریلیجیس. چون شما توی اینهایی که عرض کردم شما غالبا هیچ لیبل مثبت و منفی نمیگیرید. زمانی که خودتون دارید عمل رو انجام میدید در واقع از این دو انرژی کمک میگیرید، هم از سفید هم از سیاه. ولی توی جادوهای دینی، اسلام، یهودیت فرقی نمیکنه. شما در واقع یک لیبل مثبت و منفی میزنید به انرژی ها. از همگیتون ممنونم که تا الان وقت گذاشتید و شنونده من بودید.
توی کامنت ها اگر سوالی دارید برای من حتما عنوان کنید. اگر دوست دارید ویدیوهای بیشتر ببینید حتما سابسکرایب کنید، لایک بکنید و با کامنت انگلیسی ما رو ساپورت بکنید. من سعی میکنم هر روز براتون ویدیوها بذارم، ویدیوهایی که شاید هر جایی نبینید و کانتنت های من تمومی نداره. نگران کم آوردن کانتنت نیستم، هر روز براتون ویدیو میذارم. به موضوعاتی که علاقه دارید، به بحثایی که علاقه دارید، به جنبه هایی از جادو که علاقه دارید برای من کامنت بکنید. سوالی دارید کامنت بکنید. من قبل از اینکه بحث بعدی رو شروع بکنم اول به سوالا میپردازم اگر سوالی باشه. مرسی از همتون. Deus benedicat et custodiat omnia.